سلام و عرض ادب خدمت همراهان گرامی. یک لایو تریدی است که دوست داشتم با دوستان به اشتراک بذارم و دلایل ورود به معامله را با هم بررسی کنیم. طلا در تایم 1 دقیقه را داریم. ببینید بعد از این ریزش شدیدی که داشت رسید به یک کفی که اگر بیایم تایم 5 دقیقه‌ای می‌بینیم در گذشته هم به این کف واکنش نشون داده. در این قسمت به این کف واکنش نشون داده و وقتی دوباره به این کف رسید ما انتظار حمایت رو داشتیم که حمایت هم شد. ببینید اومد این قسمت تقریبا میشه گفت یک فیک بریک اوت انجام داد و برگشت بالا. سری دومی که برگشت این سطح تست کنه وقتی نتونست کف قبلی رو بشکنه، با دیدن این کندل سبز رنگ من وارد یک معامله خرید شدم با تیپی یک پله بالاتر از سقف قبلی و حد ضررم که پایین تر از همین کف. علت ورودش هم دقیقا همین بود که نتونست کف پایین تری بسازه و روی محدوده حمایتی هم قرار داشت و همین دلایل باعث شد با یک ریسک به ریوارد خیلی خوب یک معامله لانگ رو داشته باشیم. بریم ببینیم چه اتفاق میفته.